بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی چنل اوپن استک و لینوکس خوش آمدین. در این ویدیو قصد دارم آموزش گام به گام اینستالیشن ریت هات را با استفاده از هایپر وی به شما آموزش دهم. برای اینستالیشن شما باید هایپر وی را در کامپیوترتان فعال داشته باشید و یا اینکه می توانید به جای هایپر وی از ویم وی ار ورچوال باکس و یا کی وی ام ریت هات استفاده کنید. در اینجا پلتفرمی که برای اینستالیشن ریت هات مورد استفاده قرار می گیرد هایپر وی می باشد. برای این کار می آییم ورچوال ماشین را انتخاب میکنیم، نیو، بعدا ورچوال ماشین، نیکس میزنیم. اینجا برای ماشین ما یک نام میدهیم. برای مثال من میگم که چی RHEL 9.4. اینجا مسیر ذخیره سازی است که این VM در کجا ذخیره شود که این را میتوانیم بعدا هم تکرار بیاوریم. نیکس میزنیم. نوعیت جنریشن ون بای دیفالت انتخاب شدگی است. همین برای کارمان کافی است. اینجا مقدار میموری که میخواهیم به همین ورچوال ماشین ما یا به وی ام ما اختصاص دارد چقدر باشد. همین 4096 MB یا 4 GB کافی است. تیکی یوز داینامیک میموری را برمیداریم. نوعیتش که به خدمات نتورک دسترسی داشته باشد دیفالت سویچ را انتخاب میکنیم و یا اگر کدام ورچوال سویچ شما قبلا در هایپر وی ایجاد کردید شما میتوانید اون را انتخاب کنید. اینجا چی ورچوال هارد دیسک میخواهیم وصل کنیم و مشخص کنیم چند جی بی هارد دیسک ما قرار است به این وی ام جدیدمان که ایجاد میکنیم اساین کنیم. اینجا مسیر ذخیره سازی است. من میگم مسیر ذخیره سازیش در کجا باشه. داکیومنت و وی ام سیلکت فولدر و مقدار فضای ذخیره سازی برای این 3 جی بی کفایت میکند. شما اگر محدودیتی برای فضای ذخیره سازی ندارید میتوانید مقدار فضای ذخیره سازی بیشتر اساین کنید. البته این نظر بر لود کار شماست. من در اینجا 40 جی بی اساین میکنم، میگم این کافی است. نیکست. نوعیت اینستالیشن از چه طریق صورت بگیرد؟ من میگم از طریق ایمیج آیزو باشد. فایل آیزو را انتخاب میکنیم و بعد نیکست میزنیم و در آخر یک سمری از ماشینی یا از وی امی که برای شما ایجاد می شود نشان داده می شود. شما اینو هم فینیش و منتظر باشید که ماشین مجازی شما ایجاد شود. حال همونطوری که می بینید ماشین ما ایجاد شده. ما می رویم بالای این دبل کلیک می کنیم و از اینجا گزینه استارت را می زنیم.
تا اینکه ماشین مجازی ما شروع شود و داخل این بتوانیم ریت هد را اینستال بکنیم. همونطور که میبینید این اولین صفحه است برای اینکه شما ریت هد را اینستال بکنید. اولیش است که شما ریت هد را اینستال بکنید و گزینه دومش تست بکنید. ما میگیم گزینه اول را انتخاب میکنیم و انتر میزنیم. همونطوری که میبینید بود شدن شروع شد. حالا منتظر میشینیم تا ریت هد بود شود. پروسه بوت شدن چند دقیقه طول میکشد. این بستگی البته به سرعت سیستم شما دارد. ممکنه چندین ثانیه تا 1 دقیقه 2 دقیقه وقت بگیره. از اینجا میایم نوعیتی چی را انتخاب میکنیم؟ نوعیتی کیبورد که انگلیسی باشه، پیشفرضش درسته. قبل از اینستالیشن باید چند چیز را ما خودمان تعیین بکنیم. اول این که بیایم برای این روت پسورد بدهیم. اینجا پسورد من را اساین میکنیم و بعد گزینه SSH را هم تیک میکنیم تا بتوانیم بعدا با استفاده از پسورد سیستم خود را SSH بکنیم از راه دور. و بعد چیز دیگری که اینجا هر جایی از این صفحه اگر با خط سرخ نشان داده شد، یعنی اینکه شما باید اون صفحه را کدام اینستالیشن انجام میدید. و اینجا نوعیت پیشفرض خودش انتخاب شده، 40 GB دیسک. ما همین را انتخاب میکنیم و برای ما بعد از چک کردنش گزینه بیگن اینستالیشن یا شروع اینستالیشن رنگ آبی میگیره. بالای این گزینه تیک میکنیم و حالا چندین دقیقه طول میکشه تا اینکه ریت هد اینستالیشنش تمام شد. خب همونطوری که میبینید اینستالیشن موفقانه انجام شد. حالا تنها چیزی که نیاز هست شما چیکار میکنید؟ سیستمتان را یک ریبوت میزنید و منتظر میمانید که سیستم دوباره بعد از ریبوت شدن لود شود.
همونطوری که میبینید سیستم موفقانه لود شد و چندین استپ قبل از این که شما شروع به کار کردن بکنید وجود دارد که استپ با استپ انجام میدیم. استارتاپ، اینجا پرایوسیش است. آیا خدمات لوکیشنینگ روشن باشد یا نه؟ آیا میخواهید که کدام اکانتی آنلاین به سیستم اضافه بکنید و یا خیر؟ ما میگیم برای فعلا خیر، اسکیپ میزنیم. اینجا با استفاده از چی؟ یک یوزر نیم و چی؟ فول نیم برایشان تعریف میکنیم و نیکس میگیم. در این مرحله باید پسورد ست بکنیم برای این یوزرمان. و بعد نیکست. حال دن، همش تکمیل شد. حالا میتونیم شروع بکنیم به کار کردن. همونطوری که میبینید کاملا آماده است سیستم ما برای استفاده کردن. ما میگیم نو و این هم ترمینال ریتد. این بود درس امروزیمون. تا درس بعدی، الله یار و مددکار شما.